ندونم چراغ سبزود برو قرمز که میشن نرو زردک میشه روشن احتیاط کنه همیشه برو بشین رو صندلی تو این ماشین هندلی بگیر گواهی نامه رو هیچ ماشینی سوار نشو یواش بره و خطر داره صندلیاش فنر داره جریمه میشی تون دری با این ماشین هندلی یواش برو یواش این چرا اینطوری صحبت بکنه من نفهمم. شماخر دیگه آها از اون لحاظ رسپایت زیاده باید که به همه بگی برای رانندگی سر کلاس بشینین گواهی نامه بگیرین. بابای من 600 ساله که گواهی نامه داره ولی هنوز رانندگی بلد نیست. خودم بهش یاد میدم. تو اگه بلد بودی که نمیرفتی تو دیوال. کو دیوار؟ اونها تو گواهی نامه داری احتیاط کن یه کمی تو عزیز دلمی با ماشین نزنی به جایی احتیاط کن یه کمی تو عزیز دلمی تو لذیذ معدمی برو بشین رو صندلی تو این ماشین هندلی بگیر گواهی نامه رو هیچ ماشینی سوار نشو. میخوام بگم که ماهرم خودم یه پاشو ماهرم گاز و کلاج و دنده ام فرمول 1 برنده ام همیشه تخت گاز میرم فرمونو با پا میگیرم رقیب من هیچ کسی نیست رانندگی در حد 20. باب اسپنجولی جان دل یکی دوتا از این بچه های سوار کنیم بریم بیرون یه دوری با هم دیگه یه بوخ بزن بوخ بزن دیگه. پاتریک این خانوم پافه. پس خودش ماشین داره من اصلا نیمو دونستم.